أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هر وقت که روبرو می شوند همه یهودیا الذین آمنوا با کسایی که مؤمنین هستند ایمان دارند قالوا میگن آمنا ما ایمان آوردیم و اذا خلا بعضهم الى بعض وقتی که جدا می شوند می روند بعضشان با بعض دیگرشان قالوا میگن کلانا عالمایشان برخورده اتحدثونهم بما فتح الله علیکم آیا شما بیان میکنین خبر میتین مؤمنین را بما فتح الله با او گپایی که خبر داده است الله به شما لیحاجوکم به عند ربکم نتیجه می شود که در عاقبت بحث میکنن این مؤمنین با این گپا عند ربکم در حضور پروردگارتان در روز قیامت افلا تعقلون آیا شما عقل ندارین فکر نمیکنین در این گپا. در ایت الله را بیان میکند که در بین از یهودیا یک گروه دیگهش منافقین است. منافقین کی را میگه قبلا خواندیم در ظاهر تظاهر به اسلام میکند اعمال ظاهری اسلام انجام میده قلبا ایمان نداره. این منافقین از این جمله در مشرکین هم بود منافق اوس و خزرج در یهودی هم بودن. در یهودی هم کسایی بودن که در مدینه میگفتن ما مؤمن هستیم. الله اینجا خطاب میکنه به بندای مؤمنش اینا که میگن ما ایمان داریم فریب نخورین بشناسین که در بین از اینا منافقین هم هست کسایی هستند که ایمان ندارن و دین ندارن شما فریب از اینا را نخورین و پیشروی شما که بیان میگن ایمان داریم پشت سر که برن دیگه کارا را میکنن پس شما به این گپا فریب نخورین. و اذا لقوا الذین آمنوا هر وقتی که روبرو میشن اینا با کی روبرو میشن الذین آمنوا با کسایی که ایمان دارن یعنی جمع میشن با اصحاب نبی. منافقین یهود چی میگن آمنا ما هم ایمان داریم به چی ایمان دارین بانکم علی الحق این که شما به حق هستین. صحابه را میگفتن مؤمنین هم میگفتن شما به حق هستین دینتان حق است نبیتان حق است و ان محمدا هو الرسول المبشر به محمد رسول الله است بشارت به ای داده شده یعنی انبیای ما بشارت آمدن از این داده بود خوشخبری داده بود که میآید ما ایمان داریم. و اذا خلا بعضهم الى بعض وقتی که می رود بعض از اینا با بعض دیگر جدا میشه تنها میشه با چی میگن قالوا تحدثونهم قالوا میگن در حالی که ملامت میکنن علمایشان خرداره اتحدثونهم آیا شما خبر میتین اتحدثون آیا شما خبر میتین حدیث خبر میگه کی را هم اصحاب محمد را بما فتح الله علیکم با آنچه که بیان کردگیست الله برای شما چی بیان کردگیست در تورات صفت محمد صلی الله علیه و بیان کرده این را خبر میتین لیحاجوکم به عند ربکم تا که باز بحث بکنن این مؤمنین استدلال بکنن به میگپای شما در روز قیامت حجت برای مؤمنین شود که شما تابعداری رسول نکردین با وجود که شناختین. الله می فرماید افلا تعقلون آیا شما عقل ندارین که ما عقل به معنای من است خب در لغت عقل به این خاطر عقل میگه که از کارهای بد انسان منع میکنن انسان عقل خود استعمال کنه از کارهای بد منعش میکنه یعنی شما عقلی ندارین که منتان کند که از این گپایی که شما میگین این دلیل میشه به خودتان. اینا منافق بودن. اینا شما هدف آیت یکمه که تو چی است سخت معلوم میشه. دو گروه بود یهودیا یک گروهش اردوش منافق بود که می آمدن منافق بودن مسلمان ها را که می دیدن می گفتن ما ایمان داریم به ای که شما حق هستین این نبی حق است بشارتش داده شده. بازی ها پرسان میکنن که چه دلیل است که شما این نبی را قبول کردین
ی خاتم النبیین قبول کردین. دلیل چی است؟ با کدام اساس؟ باز اینا میگفتن که در کتابای ما صفت از پیامبر آمده که اینی صفات داره. پس ما انبیای ما گفته بود که آخر زمان نبی میاد، صفات از در کتاب ما هست، به این خاطر ما ای را قبول داریم. وقتی که باید می آمدن در بین خودشان پیش مسلمانای گپا را میگفت، علمایشان کلانایشان این خردار ملامت میکرد، میگفت ظالما شما رفتین در بین از اونا چرا گپ زدین و گفتین که این صفات از در کتاب ما آمده. عالی گپا که گفتین استدلال و دلیل مسلمانا قوی شد. در روز قیامت پیش الله استدلال میکنه که اینا گفتن که پیامبر آخر زمان است، در کتابای ما آمده. با چطور میکنین؟ وقتی که اونجا پیش الله متعال در روز قیامت ملامت شوین از دلیل خودتان اینا استدلال کنن و در حالی که شما ایمان ندارین با داتش میرین، شما عقل ندارین. یعنی چی معنا؟ چیزایی که در کتابایتان است نگوین به اینا که شما حق هستین طور است و طور است. ولی بسیار یک حماقت است. یا تو فکر میکنن که اگر یک گپ بگویی در دنیا اینمی در روز قیامت هم گپا میشه، استدلال میشه، اما اگر یک گپ در دنیا نگویی در روز قیامت هیچ کس خبر نمیشه. الله میگه یا چقدر بیعقل هستین. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. آیا اینا علم ندارن که الله متعال عالم است با آنچه که پنهان میکنن آنچه که آشکارا میکنن؟ یا چی میگن؟ آشکارا به اینا نگوین که در روز قیامت باز گپتان خراب میشه. در دلتان گپ بانین. اگر در دلتان نگاه کنین نه الله خبر میشه نه هیچ کس. این تو مردم است. مثل که ما و شما میگیم که ما این تو مسلمانایی هستیم که صحابه بود، ما به منهج و طریقه صحابه روان هستیم. دلیل ما بر حق هستیم، تابعداری از قرآن و سنت میکنیم. هر کسی که عالم است او را قبول داریم، علما را احترامش میکنیم. اما گپای صحیحشه، گپای درستشه، هر گپش نه، اما گپایی که مطابق قرآن و حدیث باشد گپای حق باشد. گپایی که ازش کم خود بگویه و ضعیف باشه و ثابت نباشه، سند نداشته باشه، قبول نداریم. با بعضی مثلا کسایی باشن که اونا بگوین که شما بر حق هستین، در یکم جای گیر بیان. چرا؟ به خاطر که در کتاب ما گفته شده که امام ما میگه اذا صح الحدیث فهو مذهبی. حدیث که صحیح بود این مذهب ماست. یک تا این مردم ها بیان بگن به می خاطر حق هستین شما که گپای شما و عمل شما در کتابای ما است. در کجا است؟ در رد المحتار است، فتاوای شامی. هر کسی به حدیث صحیح عمل کرد در مذهب امام است، از مذهب نمیبره. یک تایش از کتاب خود به ما خبر بده، ما بگیم خوب شد در کتاب شما میگه بوده، بگویا با دیگهش کلانایش این خوردار ملامت کنه، بگویا او بیعقل تو چرا از کتاب خود حقانیت از یار ثابت کردی؟ این حال در روز قیامت خود تو خیر قبول نداری، با شاهدی میته که این حقانیت ما در کتاب از اینام بود. با چی میگی؟ اگر که یک مثال است، نظیر، مثال عین ممثل نمی باشه. بعضی ها میگن نظیر است، یک مانند. یا نگویند که این ما را به یهود تشبیه داد، نه اینطور نمیگیم، ولی یک نظیر است، عین چیز نیست، مشابه ما است. یک جای ما رفتم گفتم امام صاحب میگه کسی که بعدی صحیح عمل کنه از مذهب ما بیرون نمیشه. گفت چالاکی نکن. گفتم چالاکی نیست، خود در کتاب خودتان است، خودتان به ما گفتین. گفت هر کی که گفته به شما بد کرده. اگر نه امام صاحب میگه در مقدمه ابن عابدین فتاوای شامی کلانترین کتاب حنفی هم بود. او عابدین چی کرده؟ ابن عابدین کل مذهب هضم کرد، مثل که زنبور اصل گلا را میخوره، با شیرش بیرون کرد، اما شیرش بیرون کرد. خب ابن عابدین این تو عالم بود، کل کتابا را خوان، خب حافظه‌ش هم قوی بود، با لب و لبابش اصلش بیرون کرد. بازو میگه که اصل مذهب حنفی هم نیست که حدیث صحیح بود، صحیح است. حالی دیگران میگن اگه این گپ ما قبول کنیم نظریات تایید میشه، بنان ما قبول نداریم. همین گپ اگر در کتاب مذهب ما قبولش نداریم. چرا نداری قبول؟
به خاطر که این مردمایی که مقلد نیستن و به یک مذهب پابند نیستن و اینا دورشان دسته میشه. اینا دلیل به اینا میشه. بازیا چی میگفتن؟ خب کلانای علما یهود خورداره هر گپی که در حقانیت رسول الله صحابه در کتابتان است به او نگوین که با در روز قیامت اینا از کتابای خودتان دلیل پیش میکنن. با پیش الله چی جواب میگه؟ یا تو بیعقل بودن که اگر ما نگوییم پنهان میمانه. الله میگه چیزی از ما پنهان نمیمانه. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. توجه شدین؟ جرا انشاءالله که فهمیده باشین. یک ذره کمی سخت است. این آیت میبینی اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم. ایران میمانی چی میگه؟ این میجاست که یک ذره علم نحو و گرامر و امی زمیرا را یکشه. من تو باز براتون چی کردم که گفتم که قالوا و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا. وقتی که با مؤمنین روبرو میشن میگن ایمان آوردیم. و اذا خلا بعضهم الى بعض، وقتی که میرن بعضش با بعض دیگرش قالوا میگن کلانا خردار در حالی که ملامتشان میکنه. خدا میگن چی میگن؟ اتحدثون. این خطاب است. خب ضمیر مخاطب. آیا شما خبر میتین بیان میکنین بر مؤمنین ای یهودیا؟ کلانا یهود خورده ملامت میکن. کی را خبر میتین؟ هم مؤمنین. بر مؤمنین خبر میتین بما با او گپایی که فتح الله علیکم بیان کردگیست الله با بالای شما در کتابتان حقانیت از اینا را. او گپا را شما بیا میگین؟ نگوین این گپا را. همزه استفهام انکاری است. آیا این گپا را شما میگین؟ او میگه ها گفتیم. نگوین. بد کردین که گفتین. چرا نگویم؟ چرا نگویم؟ لیحاجوکم، به خاطر که در روز قیامت استدلال میکنن همین مؤمنین کم با شما یهود بینمی گپایی که شما گفتین عند ربکم در حضور ربتان در روز قیامت. بعد از همین دلایل خودتان پیش میکنن که شما خود گفتی که در کتابای ما حقانیتتان است. با چرا ایمان ناوردی؟ با چی میگی پیشه الله در اونجا؟ متوجه شدین؟ باز شما اونجا چی جواب میگین؟ باز وا چی گفت؟ افلا تعقلون، عقل ندارین شما؟ حقانیت از یار از کتاب خود بیان کردین، با در روز قیامت از کتاب خودتان استدلال کنن. یا وره بیعقل گفتن نه؟ کلانا خورداره در حالی که خود از یا بیعقل هستن. حالا به این چل فریب میشه این گپا. یا میگفتن اگه حقانیت مؤمنین از کتابای ما بیان نشه در روز قیامت هم ما میگیم که ما خبر نداشتیم. حالا چیزی از الله پنهان شده میتونه. این علیم بذات الصدور، الله از قلبت میفهمه. خود از این بیعقل است. یکم تا که عقل نداره دیگه کسی میگه عقل نداریم، فکر نمیکنیم. الله میفرماید رد میکنه اولا یعلمون، آیا اینا نمیفهمن؟ نمیفهمن اینا؟ توبیخشان میکنه الله متعال، رد میکنه با بالایشان. ان الله یعلمون، که بدون شک الله عالم است، ما یسرون، آن چیزی را که اینا پنهان میکنن، یخفون و ما یعلنون، آن چیزی را که آشکارا میکنن. لا تخفى علیه خافیه، هیچ چیز از الله پت نمیشود. چه قسم یای گپ میگوین با دعوای ایمان میکنن؟ الله میفرماید که اینا بسیار خود یا بیعقل هستند. و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه و انهم الا یظنون. بعض از اینها یهودی ها امیون هستند، بی سواد هستند، نافهم هستند. لا یعلمون الکتاب، نمیفهمند کتاب را، الا امانیه، مگر قرائت لفظش میفهمند نه معنا را. و انهم الا یظنون، نیستند مگر گمان کننده و اٹکل گپا میزنند. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، هلاکت باد از برای او یهودیایی که نوشته میکنند کتاب الله را به دستای خدا. ثم یقولون هذا من عند الله، باز میگویند که از جانب الله است، به دست خود نوشته کرد، نسبتش به الله میده. چرا این کارو میکنن؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تا که بگیرن در بدل همین تحریف دنیای کم را. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، هلاک باد از برای زینا به سبب آنچه که نوشته کرد دستای زینا. و ویل، هلاک باد از برای زینا مما یکسبون، از جهت و اعمالی که اینا کسب میکنن و انجام میدن. حالا یک موضوع دیگر الله بیان میکند. قبلا کی را بیان کرد؟ الله در آیات قبلی علمایشان بیان کرد.
تحریف میکردن، تبدیل میکردن. او علما بود. حال در اینجا الله عوامشان بیان میکنه که تقلید از اونا را میکن. خبر میده که اینا در گمراهی برابر هستن. عوام هستن، نمیفهمن مگر قرائت و کتابت خلاص. خواهید دیگه چیزی را نمیفهم. اگر که در اینمی و منهم امیون دو معناست. الله میگه بعض از اینها، بعض از این یهود امیون، امی منصوب به سوی کسی که نو از مادر پیدا شده چیزی را نمیفهمه. اینی را اینا هم چیز بعضی از یهودی ها امی، بی سواد، جاهل محض، هیچ معنا را نمیفهم. لا یعلمون الکتاب، نمیدانن کتابه. مقلدین بودن اینا، زنده باد والا، زنده باد فلانی، خلاص مقلدین. نمیدانن اینا چی را نمیفهمن؟ کتابه یعنی توراته. بعضی میگه کتابته، نوشتنه. الا امانیه، مگر قرائت کده میرن، خوانده میرن، نوشته کده نمیتونن، تحقیق کرده نمیتونن که چی میگه. و اینهم الا یظنون، نیستن مگر گمان کننده. یک معنایی. دو معنایی که بعد از اینا امی و بی سواد هستن، نمیفهمن تورات را. الا امانیه، اینجا الا باز چی میشه؟ استثناء منقطع میشه. منقطع که شد لکن یتبعون الامانی، تابعداری خواهشات خدا نمیکنن. و اینهم الا یظنون، نیستن مگر گمان کننده. ولی اکثریت میگه که اینجا امانی به معنای قرائت است. در قرآن در سورت حج آمده که و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته. اونجا تمنا به معنای چی است؟ قرائت. یک نبی و رسول روان نکردیم مگر وقتی که قرائت میکرد شیطان در قرائتش وسوسه میکرد در وقت بیان قرآن در قلب سامعینش که ایره قبول نکوی تو. اون تمنا اونجا آمده و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته. در قرائتش شیطان مینداخت. اینجا هم قرائت. چی معنی؟ بعض از اینا بی سواد هستن، تورات نمیفهمن مگر امانی قرائت. لفظش میفهمن، معنا را نی. اینا بیخی بدترین هستن، لفظ میفهمن معنا را نی. این صفت یهود بود، الله یار تقبیح کرده. در این امت هم خو ای تو مردم خو زیاد است. قاری هایی که هستن قاری قرآن، قاری است یا تنها حسن صوت داره، خونده می حفظ نداره، یا حفظ داره معنا را نمیفهمه. این مشابه یهود است. همین کسی که معنای قرآن را نفهمید بسیار بد. قرآن به می خاطر است که معنا را بفهمی عمل کنی. بازو عمل هم کده نمیتون. بازو قاری مشتاق وارد میشه. خب قاری مشتاق شما نامش شنیده باشید. مسجد و خطیب تمیم انصار بود. یک بیدین سخنگوی سارنوال سابق عبدالجبار ثابت، جبار نه؟ یکم تو میگفت یا جباریت خود کار میگیرم، بسیار کارام میکرد. اعلان جهاد کرده بود. خب عبدالجبار جهاد علیه فساد اداری، کسی نماندش، گفت نکوی کارا، باز برکنارش کردن. گفته خودش میگفت جهاد کردیم، من جهاد میکنم. علیه چی جهاد میکنی؟ علیه فساد اداری. سخنگوی از اون یک کتاب قرآن تحریف کرد، معنایش نوشته کرد، در امریکا آورد با مردم افغانستان، یک جلد بود. خب نوشته کرده بود که قرآن پاک با زبان روان دری. فهمیدید؟ قرآن پاک با زبان روان دری. هر کس ببینه خوانده بره بگه چه کتابه با زبان روان دری. پشتو هم نه، نگفتم با زبان روان پشتو نه، با زبان روان دری. در اون کتاب بسیار تعریفات کرده بود، تغییر ده معنا را، لفظ خونه، لفظ هیچ نآورده بود و لفظ که نباشه دیگه این بسیار خطرناک کار کرده بود. بیخی معنا را آورده بود و هم ازش کم خود. بازو را کی تصدیق کرده بود؟ قاری مشتاق خطیب تمیم انصار. در اون کفریات بود، امی کفریات کی تایید کرد؟ قاریه که لفظ میفهمه معنا را نمیفهمه. اینه او کتاب کل مسلمانای جهان گمراه میکرد. کی تاییدش کرده؟ قاری نافام
که معنا رو نمیفهمه. بسیار خطرناک میشه این قاری ها. همین تو قاری ها ما داریم ویروس جامعه هست. یقین که دین لیلی هستن اینا که بگوی قاری صاحب کتی جنگ میکنه. قاری نگو مرا چی بگویم شد؟ ما انجینر هستم میگم. پنزه خو انجینر صاحب. انجینر. دکتر صاحب. یعنی خودش قاری قرآن است، حافظ است. میگه قاری نگو. قاری گفتن بد میبره. این چی است که معنا را نمیفهمه. اگر رسول الله صلی الله علیه و میفرماد خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بخاری، رواه البخاری. بهترین شما کسی از قرآن یاد بگیره به دیگران یاد بده. بهترین شما مسلمان ها این نیست که دا منزل جور کنه و موتر بخره و خانه و پول و پیسه و سرمایه و لباس و خوراک خوب. قرآن یاد بگیره رسول الله صلی الله علیه و علمه و به دیگران یاد بده، تعلیم بده قرآن. یعنی ازی فهمیده میشه که مسلمان یا قرآن بخونه یا به دیگران یاد بده. اگه ای تو نبود هیچ قصهش مفت است، هیچ کاری نیست. اینا لی قاری ها که هستن قرآن لفظش خوانده میره. یک قاری خونم، یک قاری دیگه داشتیم لفظ خوب میخوان. باز یک کسی گفته بودش باشم جای مثال بگم ای تو کده بود چی ایراد میخوانی؟ گفته چرا؟ ثوابم شوا. ثواب که شد چی میشه؟ جنت میرم. گفت میخوایم جنت برم. ای تو کده بود قربان ازیشام. بیا که بریم خود ازی را ببین. امی قرآن خانم یا قاری را ایرابان بیا بریم خودش را ببین. یادم هم خیست کتیش رفته. ولی ایرابان خود ازی کیست؟ خود اینمی این قرآن خواه میجد نه او کسی که را آورده میگه او را ببین. این خیست رفته. ولی الله متعال در کدام جای دیده میشه اگه ای قاری جاهل نمی بود میگفت خود ازی کیست؟ خودش خداست یا پیامبر؟ ما پرسانش کردم گفتم تو با چی فکر رفتی؟ گفت من گفتم یا خدا را نشانم میده یا رسول الله مبارک. گفتم این بی عقل جاهل. واقعا تو یا قاری جاهل بودی، معنا را نمیفهمی. خدا اینجا و هم در کجا میگه در کارت پروان بودیم گفت ربان بیا بریم خودش در کجا نشانت میتم در دیدانا دالمان دیدانا. واه حالا اونجا خدا را نشانت میته. پیامبر گفت نه گفت که بیا. گفت من به می فکر رفتم که در اونجا یا خدا را به من نشان میته یا رسول الله مبارک. قرآنی که معنا را نفهمید قاری این تو آدم میشه. گمراه. او آدم کی بود؟ حزب بابا جانیا پیر اختر محمد آقا صاحب اونو بود. گفت وقتی که رفتم در 100 متری که میرسید گفت سر طاقتم تو برکورا نزدیکش که به سجده رفت 4 قامت کده. گفت در پایش خدا انداخت. گفت من دور دیگه تو لنگی در سر من سیل دارم چی میکنه؟ گفت من هیچ خدا تا نکردم. گفتم علی خود رسول الله نخواد باشه. گفت شکی شدم. گفت من شک کردم نخواهی رسول الله مبارک باشه. یقین هم نه شک کردم. تو قرآن خان همیال در بین مردمشون مشهور است. ملا میگندش ملا فلانی. خود در اینجا گفت وقتی که سجده کرد و تو کرد گفت من گفتم پس که آمدیم گفت مرا گفت چرا خدا ننداختی؟ در خانه آمدیم میمانش بوده. گفت من گفتم تو میگی که بیا بریم نشان بتیم. من گفتم خدا را نشان میتی رسول الله مبارک. یک آدم الهی عادی را به من نشان دادی. گفت که الهی عادی. گفتم یک سلی مرا کش کرد بیخ کش. گفت این عادی گفتی؟ الهی گفتی؟ گفت مام قارم شد. گفت یک سلی مام کشش کرد. گفتم چرا این چه کار است؟ گفت اینمی چیزی که این میخوانی همی خودش است. خود اینمی اموز. خلاصه خب به این توضیح نداده بود. یا عقیده شی که فهم خدایی که را نازل کرده دشکم اینمی آدم است. خود اینمی خداست. خدا آمده دشکم اینمی داخل شده. گپ ازی گپ خداست. اینمی را عبادت کو رکوع کو گپای امی را بگی این خود گفت این خود لفظش است. خودش این نیست. کدامش قبول میکن؟ اینی قاری قرآن. این تو آدم ها بسیار خطرناک مردم هست. من که قاری ها را بسیار بد میبرم. قاری که حفظ کرد رفت معنا را یاد نگرفت. این ویروس جامعه است. این تو خرابی میکنه.
بدترین آدم با زمین می باشه. معنا را تا که یاد نگرفتی نام قاری دستاربندی گپا نکنی. من خب میگم همین تو باشه تا که ترجمه را نخواندی یک 3 مرتبه هوش کده باشی که نام قاری سند منت باید کسی نته خب خرابی میکنه. و منهم امیون بعد از اینا بی سواد هستن نمیفهمن تورات الا امانی مگر الفاظش و اینهم الا یظنون و نیستن مگر گمان کننده. فویل للذین یکتبون الکتاب بیایدیهم هلاکت باد از برای کسایی که نوشته میکنن کتاب با دستایشان. یک گروه دیگه شان است. خب یک گروه دیگه از اینا کی بود؟ تورات با دست خود بیخی تعریف لفظی میکردن باز امور نسبتش به الله میدانن میگفتن یا الله گفت. هیچ خطرناک مثل اینمی غلام غوث میگن والی با دست خود نوشته کردن نامش مانده قرآن پاک با زبان روانی داری اینمی مثل مثالش با دست خود نوشته نامش میگه قرآن الله است. ولی قرآن خب الله میگه ان انزلنا قرآن عربی قرآن خب با زبان عربی نازل کرده. هیچ لفظ دیگه معنای قرآن نمیتونه بیان ترجمه نمیتونه کسی. خب ترجمه قرآن کسی نتونسته. لفظ قرآن چقدر معنایی که میته تو ترجمه میکنی یک معنایش هست 100 معنای دیگه دو است 10 معنای دیگه دو است. او تعبیری که الله میتونه کسی نمیتونه. خود تعبیر است که ما میکنیم ترجمه را چیز گفتن قرآن گفتن بسیار خطرناک است. مثل که یک انسان گفت که خلق الانسان من تفاوت در سر قبر بود در جنازه خواندیم ملا استاد شد چند گپ زد گفت خلق الانسان من تفاوت خدا در قرآن میگه انسان از تفاوت پیدا شده. گفتم در کجاست آیت؟ گفتم مولوی صاحب چی گفتی؟ در کجاست آیت؟ ما چم گفت در کدام آیت است؟ گفتم بچه خلق الانسان من تفاوت نیست ای تو آیت از پیش خود جور کردی یا یکم تا یک چند عربی کلام گپ میزنه میگه خدا اینطور گفته. توبه استغفر الله. مثل که یکی از عجم افغانا میگه در عربستان رفته بود اونا عربی گپ میزدن بعدی داخل گفته بود صدق الله العظیم. به خاطر که گفتی چرا تو گفتی یا قرآن خواندن قرآن نخوان یه عربی گپ میزنه فکر میکنه که هر عربی که از قرآن است. میگه این که نفهمی معنا را نه یک گروه دیگه شان است. بعضی علما میگه که اینا تحریف نمیکردن تحریف میکردن تحریف لفظی لفظش دیگه نوشته میکردن. همی ظالما بسیار کوشش میکنن که قرآن تغییر بدن لفظی خو نمیتونن ولی الحمدلله در سینه 50 میلیون مسلمان ثبت است قرآن لفظی نمیتون ولی معنایش میخوان تغییر بدن معنا را میکنن. الله در اینجا میفرماید که فویل للذین یکتبون الکتاب هلاکت باد از برای کسای کتاب نوشته میکنن. ویل به معنای هلاکت بعضی میگه یک طبقه جهنم است ولی روایت صحیح نیست. کسایی که تورات تحریف کردن به دستای خدا کتبو نوشته کردن آیات ثم یقولون هذا من عند الله باز میگوین برای بیسوادا و تابعداراشون این از جانب الله است. این نصوص تورات است که به موسی نازل شدگی است نسبتش به الله میتن. هدفشان چیست؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا تا که انتخاب کنن به این دنیای فانی را اینمی قدرت و اینمی گپا و دنیا را. هدفشان اینمیست دنیا را میخوان به خاطر دنیا قدرت پول پیسه قرآن تغییر میتن. فویل لهم مما کتبت ایدیهم هلاکت باد از برای زینا از آنچه که نوشته کرد دستای زینا. ویل شدت عذاب از جهت تحریف کتاب. مما کتبت ایدیهم چی معنی که به دست نوشته میگه این صریح هست نه تحریف لفظی میگن. و ویل لهم مما یکسبون هلاکت باد از جهت اعمالی که اینا کسب کردن حرام میخورن و پول دنیا بسیاری ها را ببینین همیتو میکنن قرآن چیزایی میخوانن چیزایی بیان میکنن مثالایش براتون گفتم الله ما شما را نجات بده. گفته مولوی صاحب متوکل گفته اونجا نوشته کرده تفسیر قرآن بعد از اینش نوشته کرده که توسل به مردام در اینجا بیان میشه. در قرآن توسل به مرده وسیله میشه در تفسیر گفته از اینش نوشته کرده یعنی توسل به مرده در قرآن نیست یعنی تحریف معنوی است.
یک جای آیت میاد تغییرش میدی. بسیار کساس قرآن میخوانه ولی عقیده شرکی است. این مذاهب گروپ ها زیاد است، نه؟ شما میشناسیش. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا میگویند هرگز به ما نمیرسد آتش الا ایاما معدوده مگر یک چند روزی که تعیین شدگی است، یک چند روز مشخص. قل بگوی پیامبر اتخذتم عند الله عهدا، آیا گرفتین از الله کدام عهد و پیمان که جنت میرین، چند روز آتش میرین. فلا یخلف الله وحده، هرگز خلاف نمیکند الله به وعده خود. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا میگوین به الله به آنچه که نمیفهمین، علم ندارین به الله میگین. این بسیار گناه کلان است. اینا چی کرده بودن؟ اینا گوساله را عبادت کردن 40 روز یا 7 روز. باز میگفتن که مردم گفت شما شرک کردین. میگفتن ما هم چند روزه که گوساله را عبادت کردیم، 7 روز 40 روز میریم خلاص دیگه پس جنت میریم. خودشان عقاید کفری و شرکی میگه چند روزک داتش خواستیم باز خلاص میشیم. حالی هم مسلمان ها میگن میگه کلگی خو میره یک دفعه، نه ما هم یک دفعه میریم باز پس رسول الله مبارک شفاعت میکنم. این گپای عامیانه و جاهلانه است، این گپ یهود است. در اینجا مردم دو معنا کده مفسرین. خب یکی گروه میگن که اینا میگفتن که هیچ آتش به ما نمیرسه، هیچ، اگر بالفرض برسه چند روزه، یعنی هیچ نیست. عقاید کفری شرکی عبادت میکنه از غیر الله، خدا چی میدانه؟ جنتی. پس آن میاد دیگه آیتا وقالوا لا يدخل الجنة الا من كان هودا. جنت تکدارش میگه ما، جنت فقط به ماست، به یهود است، غیر از یهود هیچ کس در جنت نمیره. یا تو میگفتن شرک میکنم میگه هیچ در جهنم نمیریم، اگر بریم هم یک چند روزک میریم. بعضی هم میگن که نه، این استثناء حقیقی است، استثناء فرضی نیست. میگوین لن تمسنا النار، هرگز به ما آتش نمیرسه، یعنی لن ندخل النار الا ایاما قلیل، کم روزها. این مدت عبادت گوساله است. قل اتخذتم، بگو از برای زینای محمد به سبیل انکار، آیا شما گرفتین از الله کدام عهد و پیمان که ما این آتش جهنم نمیریم؟ با می عقیده کفری و شرکی قرآن قبول ندارین، میگین جهنم نمیریم. کدام عهدی دارین؟ کدام پیمان الله برتان وحی روان کرده، وعده داده در کدام کتاب آسمانی؟ اگر داده باشد بس فلن یخلف الله وحده، هرگز الله وعده خود را خلاف نمیکنه. اگر گفته باشه شما شرک کفر کنین ما شما را در جنت میبرم، باز الله این کار نمیکنه. ام تقولون، ام بلکه میگوین شما با الله چیزی را که نمیفهمین، یعنی دروغ جور میکنین، افترا میکنین با الله. الله در کجا گفته که کفر شرک بکنین باز ما شما را در جنت میبرم؟ این بعضی بیدینا میطور است. خب میگه ما میریم در جنت، این چقدر خطرناک است. خب الله رد میکنه گمانشانه. چی میگه؟ بلا من کسب سیئة و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بلا بله، هر کسی کسب بکنه سیئة، یک عقیده شرکی را، کفر شرک، و احاطت به خطیئته، احاطه بکند به گناهش، یعنی مرگش هم به شرک شود، فاولئک اصحاب النار، اینا جهنمی هستند، اهل آتش هستند. هم فیها خالدون، و همیشه میمانند اینا در آتش. هم فیها، اینا در می آتش، خالدون، جاودان و همیشه میمانند. والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، کسایی که ایمان آوردن و عمل نیک میکنن اینا جنتی ها هستند. هم فیها خالدون، و همیشه میمانند در جنت. در اینجا الله متعال رد میکند. بلا بگو من کسب سیئتا، هر کسی گناه را کسب کرد. گناه در اینجا چی است؟ یک گناه شرک است. عبدالله بن عباس میگه شرک. و احاطت به خطیئته، و می گناهش از هر طرفی را پوشانید. چه قسم؟ که مرگشان به مو شد. فاولئک اصحاب النار، اینا آتشیستند. هم فیها خالدون، همیشه در آتش میمانند، همیشه در آتش میمانند. اینجا سیئه تو نیست که یک گناه
خرد کوچک یا گناه کبیره بازی زیاد شوه و با گناه بره و همیشه بانه ایتونی سیه اینجا به معنای شرک است. به می خاطر ما میگیم اگر قرآن با منهج صحابه تفسیر نکنیم باز خطرناک میشه دیگه. خوارج شاید از اینی استدلال کنه اینه میگه هر کسی گناه را کسب کرد احاطه کرد گناه زیاد شد با یعنی توبه نکرد میگه بدون توبه رفت همیشه در آتش میمانه. خوارج از این فهمیده میشه که مرتکب گناه کبیره کافر میشه. این عقیده خوارج است. ولی اهل سنت صحابه اینا میگن که نه به گناه کبیره انسان کافر نمیشه مگر در نماز اختلاف است. اکثریت میگن نماز ترک کرد قصدن کافر میشه در دیگهش نه. حنفی مذهب میگه که نه در نماز هم میگه نمیشه نزدیک به کفر میشه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات کسایی که ایمان آوردن و عمل کردن نیک. صالح عمل چند شرط داشت؟ 2 شرط داشت. یکی اخلاص باشه به خاطر الله دیگه مطابق وحی باشه. شما که اینجا میین هدفت فقط الله باشه که یاد بگیرم عمل کنم. این اولئک اصحاب الجنه اینا جنتی هستند هم فیها خالدون همیشه میمانند در جنت. یا الله ما را از این جمله بگردان اللهم اجعل منهم یا ارحم الراحمین. ایمان و عمل اینی سبب نجاته. کسی عقیده کفری و شرکی داره و باز خود جنتی هم میگه دیگه هم دفعه ببینین همین جنت بیخی پیش از ایناست. یا کسی که میموره میگه ارواحات مرد ارواحات ارواح شاد شد جنت الفردوس برش طلب کرد. فقط بگم جنت هم پیش همیناست او به او طلب میکنه جنت او به او طلب میکنه و فلانی جنت الفردوس خواست. اینجا ایمان بکار است عمل بکار است. عمل فرایض انجام بده از حرام منهیا چیزایی که الله حرام کرده منع کرده اجتناب بکو بعد از او باید نجات پیدا میکنی. ایتونه که در هر چیز نجات پیدا کنی. و اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. در اینجا یک حصه دیگه از صورت باب شروع میشه. در اینجا الله میگه ما از بنی اسرائیل سابقا عهد و پیمان گرفتیم که عقیده تان صحیح شود اعمال انجام بدین اما اینا اینمی عهد و پیمان خدا نشکستاندن. بسیار مردمای بد هستند دیگه. قباحات از اینا را الله بیان میکند و میفرماید که یهود بد هستند که تعهد کردند به امرای الله که ما شرک نمی کنیم گناه نمی کنیم ولی بعدن که موسی علیه السلام بود اون شرک کردن و کفر کردن و عهد خدا نشکستاندن. عهد کردن که یک دیگر نمی کشیم به ناحق کشتن یک دیگر. یهود بسیار ظالم بسیار متجاوز است و متاسفانه اینمی صفات از اینا کلش در این امت هم پیدا شده. خب همین مردم هم میتوست. همیال در سوریه شما در علب دیدین نه؟ یک قدر ظلم و کشتاری که کد کی کد؟ یهود کد یا بنام مسلمان کده؟ بنام مسلمان کده نه؟ ها؟ بنام مسلمان. چقدر در حلب کشتن؟ چقدر در سوریه 5 ساله؟ میلیون ها انسان کشتن. نامش مسلمان. با وجودی که ما هم تعهد حتی رسول الله صلی الله علیه و ما شما در حدیث بخاری خواندیم نه به اعمال بیعت میگرفت تعهد کنیم که کار آدم نمیکشیم زنا نمیکنیم دزدی نمیکنیم شرک نمیکنیم نه رسول الله صلی الله علیه و بیعت میگرفت. امی اسلام قبول کردی تعهد کردی که من گناه نمیکنم این ظلم و جنایت نمیکنم ولیکن برخلافش کار کردی تعهد تشکستاندی. این در این وقت هم میکارم میکنم. پس الله متعال در اینجا می فرماید که مناسبتش چی است که همیشه الله جرایم یهود در این آیات بیان کرده میله و این جرایم مثل یک خبر عذاب است با بالای طغیان و سرکشی از اینا خود در مدینه زندگی میکردن و این جرم جنایت ها را پدرایشان کرده بود خودشان هم میکردن. الله اینا را رسوا کرده میره که اینا بشناسین یهودا که تزی دوستی نکنین که اینا خطرناک مردم است. و از اخذنا یاد که وقتی را که گرفتیم ما پیامبر میثاق بنی اسرائیل میثاق
چی وعده محکم از اولاد یعقوب علیه السلام از کی؟ از پدرایشان گرفته بودیم. او چی بود؟ لا تعبدون الا الله، به این که عبادت نکنین بغیر از الله هیچ کسی را. اول همین بود. ولی او یهودیان که در دوران رسول الله صلی بود و قالت الیهود و عزیر ابن الله، عزیر عبادت میکردن، شرک میکردن. الله گفت عبادت اطاعت نکنین غیر از الله، غیر از قانون الله دیگه دستور قبول نکنین. اولین موضوع همی است، اولین تعهد در توحید است، در عبادت است، عقیده توحید. و بالوالدین احسانا، اولین حق الله داره، حقوق الله اولینش عقیده توحید. بعد حق انسان ها بعد حقوق العباد است. و بالوالدین احسانا، نزدیکترین کس بر انسان کی است؟ پدر و مادرش است. خوی راسیم ترجمه تحت لفظیش بگیم باز میم. و ذی القربا، با خویشاوندا احسان کنین، و الیتاما، با یتیما، با مسکینا، و قولوا للناس حسنا، بگین به مردم سخن حق و توحید را، و اقیموا الصلاة، پابندی کنین به نماز، و آتوا الزکات، زکات بتین، و آتوا الزکات. ثم تولیتم، باز اعراض کردین شما، الا قلیلا منکم، مگر بسیار کمی از شما، و انتم معرضون، در حالی که شما روی میگردانیدین. خب اولین حق چیست؟ لا تعبدون الا الله، ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. از الله را عبادت کنین، از طاغوت اطاعت نکنین، از قانون الله اطاعت کنین، دستور الله. حق بنده چیست؟ و بالوالدین، پدر و مادر. از او کسی که تو مجازن از او که پیدا شدی به امرای از او احسان بکنین. الله میگه امرشان کردیم که با والدینتان احسان کن. حق والدین خود از دیگه سوره هم میاد، اینجا نمیگیم، بسیار حق زیاد داره. اینقدر حقش بالا است که حد نداره دیگه. ولی پدر و مادری که باید خودم بشناسه، حق اولادم بشناسه. یکم پدرها از خرابی میکنن، نافهم است. ای تو خرابی میکنه، مادرها هست. میگی قرآن بیان میگه نکو قرآن نخوان، این گپا نگو، بچه آبی شدی، این گپا را میزنه. پدر از جنجال جنگ میکنه و حرام میخوره و این کارا را میکنه، خود به عزت میکنه. پدران باید بفهمن. اولادای خراب هم در ملت در افغانستان زیاده. پدر به ناحق ظلم میکنه و کلانکاری میکنه و احترام نمیکنه و خدمت نمیکنه. بزرگترین حق پدر به بالای اولاد از نگاه عقیدتی، عقیدش خراب است، دعوتش به توحید بده. این بسیار حق. چرا؟ به خاطر که دعوتش میره، دعوتش بده. ابراهیم علیه السلام اول کی را دعوت داد؟ و اذ قال ابراهیم لابیه آزر یا ابتی. ابراهیم بر پدرش گفت آزر. اول گفت اذ قال ابراهیم لابیه یا ابتی، پدر جان لما تعبد، چرا عبادت میکنی؟ ما لا یسمع، چیزی که نمیشنوه، ولا یغنی عنک شیئا، نمیشنوه، نه کدام عذاب است تو دفع کده میتونه. پدرای ما خراب است، مادرای ما خراب است عقیدش، بیبیای ما خوبیخی گرود است، پدر کلانا خواهد بدتر است. این میاره ما باید دعوت بتیم. راستی بسیار حق بالایشان، کار پسرش شب و روز وقت با وقت دعوتش بتیم. و پدر جان عقیده صحیح نیست، این در جهنم میبرید، بسیار خطرناک است، ایمان نیست. خدا مسلمان میگی یا تذکره این مسلمان است، حالی خود با اسلام برابر نیست عقیده، با قرآن برابر نیست عقیده. با زبان نرم بگوش. ماما تو بود پدرم و مادرم یه ذره خوب شد، گفتم کمی خوب شد، حالا صحیح خوب نشدن، خوب هستن، مقصد یه ذره خوب شدن. پدر خوب شد ولی اعمال بعدش دیگه کارش هست، عقیدهش خوب شده. مادر یه ذره گربن است، بسیار پیش تعویض نویسا و جادوگرا این کارا رو زیاد میکن. گفتم نکو مادر جانی، بیبیم خوبمش کو بیخی وضعش خراب بود. راستی میگم او خب بسیار سال ذکر میکرد یا رسول الله یا رسول الله، یک تسبیح 500 دانه ای داشت. گوش گرفتم میگه یا رسول الله یا رسول الله یا. گفتم گفتم چی میگی؟ گفت که ذکر میکنم. گفتم این کفر شرک است. چی؟ گفت گناه. گفتم میکنی در روز 500 مرتبه 1,00,000 مرتبه تو شرکیات میگی. و راست تا بگو. گفتم نه من میگم. مرا بسیار دوست داشت مادریم. گفت خب بچه خوب شد گفتی. گفت والا من نمیفهمیدم. یادش دادم که
لا اله الا الله بگو یا الله نگوی لا اله الا الله یا الله در دعایت بگو ذکر که میکنی لا اله الا سبحان الله. گفت خود صحیح شروع کرده بود اینا ما باید بسیار سر از او کار کنیم. یا این نفر باشم برادرش بچهش بود اونجا هیچ عقیدهش خراب بچه‌هایش گفتم نوازهایش گفتم میره یاد بده هر وقت که رسول الله گفت هشدار نمانیش که یا رسول الله بگو یا رسول الله خو وفات کرده از اینجا صدا میکنی چی معنی یا رسول الله. و دیگه ای که دوم حقش عقیده و عملش خوب شد حق بسیار بزرگش که پیر میشه اقتصادش توجه به اقتصادش این بسیار مهم است. از احترام کرده نان برش بده لباس کالا این چیزا یکم تا احترام کرده پدر و مادر خدا بیخی از خانه کشیدگیست نه نان میته نه دیگه میفهمم که چیز نداره میگه مادر جان دیگه من تو را نان نمیتم پدر جان برای یا به خاطر خانم پدر مادر میکشم نه اگر خانم گفت که پدر مادر تا بکش برش بگو که این حق داره سر من اگر می پدر مادر تو پیش یک برادرت باشه زن برادرت اما ظلم کنه چقدر جگر خون میشه بفهمانش که نفهمید نصیحتش کن نصیحت هم نفهمید از خوابگاهش دور شد نفهمید با بر یکم سیلیام بزنش خب خیلی دروش نزنید یکم جای دیگهش بازم که نشد باز بر رضای الله یک طلاق بتیش خلاص میشه که اصلاحش دستی خیز نزنی خب افغانا خیز میزنه دستی هیچ یک نمیشناسه پرتو سه سنگو همی سه تا و سه دیگه چی پس سه را اوش کده باشی هر قدر قار شدی یک طلاق بده اونمو یک بقیه فایده داره 3 ماه وقت داری پشیمان شدی پس رجوع میکن اگر نشد جدا میشه باز خودش اتومات جدا میشه در باره طلاق گپ میزنیم باز میشه که به نکاح جدید پس امور بگیری حاجت شوهر جدید نیست اگر 3 دانه را دادی در 3 وقت باز گپ خراب میشه باز او تا شوهر میگیره و تا الهش میته و دیگه رفت زن از پیشت رفت و با پدر و مادر احسان بکن احسان احترامش هم است نامشه به عزت بگی خیر از پیر میشه گپ نمیفهمه طفل میشه نگو که تو چی چتیات میگی پدر یک کسی بود گفت که جغرافیا درس میداد باز 70 ساله 80 شده بود میگفت که ما و شما افغانستان در کدام قاره است میگفت در اروپا است تندش پدر در آسیا هستیم نه ما خواندیم 40 سال درس دادیم افغانستان در اروپا است گرد میشه نه یا یکم تا یک سفید در جای بودیم گفت خدا این روسا را تباه کنه شهر ما رو بمبارد میکنه ما گفتم روس نامده امریکا آمده گفت نه روس آمده کی میگه امریکا آمده خب اینو نمیفهمه بیچاره بازی اولادش میگه والا ما را بیخی شرماندی پیش مردم حالا طفل شد همین طفل که غلط کنه چقدر ما خنده میکنیم خوش میشیم نه مثلا شیر بگویه که چای بده به ما نه ما خوش میشیم حالا هم طفل شده قرآن میگه پیر که شدی طفل میشه و ذی القربی احسان کنین به خویشاوندا خویشاوند از 2 طرف است یکی از پدر نزدیکترین انسان کی است کاکا عمه فرزندای کاکا و عمه از طرف مادر خاله ماما فرزندای خاله و ماما یا بسیار حق دارند که تزینا احسان شود کمک مالی معنوی همه صله رحمی رفت آمد حتی میگن زکات انسان به خویشاوندش بده زکات حقدار ایناستن ولی خب مردم ها ببینی بچه های کاکا و خاله این یارم میگه اودرزاده من یک قبط میبره سرسخترین دشمنش اودرزادهش است کی دشمن تست بچه کاکایم یک ذره خوش باشه و دیگهش خفه میشه که چرا خوش است در کانکور کامیاب شه میگه انشالله ناکام میشه پیش برده نمیتونه دیگه بچه های خاله و همه توربوران میده توربور این قبط میبره یا اودرزاده نه بسیار حق داره نمیره خانیش می قبی غیرت نیستم می تور هستم نه این بسیار حق داره افغانیت او سکن افغانیت خلاف است خلاف قرآن است اینجا والیتاما یتیم کسی نمیگه که پدرش مرده بعضی میگه مادرش هم بمره جمهور میگه که پدرش مرد یتیم است مادر نه و تا وقتی که بالغ نشده بالغ که شد باز یتیم نیست پس یتیم بسیار حق داره رسول الله میگه انا و کافل الیتیم کسی که سرپرستی یتیم میکنه که هاتین این طور است در جنت مینه قبالایی در پالیم است
کمی پایین است. دیگه میشه مدرسه را ما بسیار یتیما میان چیز نداریم، همین کفالت هزینه یتیمه احسان. ما یک یتیم قرآن یاد بتیم، تفسیر یادش بتیم، نه خیر بود برای مکتب هرچی عقیدهش تا کلانیش چقدر درجه داره. این جوانا و این مردم مجد هم میگم که کمک کنین که یتیما بسیار میان و میرن، ما نمیتونیم گرفته، نمیکنن. میگم ما 500 بته نمیتن. اگر 1000 نفر خب میای اینجا نه 500 بته ما 5 لک 5 لک 200 یتیم ما نان داده میتونیم ماهانه نه 5 لک بیا 200 یتیم شاید زیاد هم بتیم و ای را با تربیه کنیم نه چقدر ثواب داره. یتیم ای بسیار حق داره، ای را توجه کنیم. و المساکین مسکین کسی است که اگر مطلق آمد فقیر هم شامل میشه، یک نان نداره یا یک وقت داره دیگه وقت نداره، به امرای از احسان کنین. و قولوا للناس حسنا، بگوین برای مردم حسنا، سخن حق. عبدالله بن عباس میگه و قولوا للناس حسنا، حسنا میگه کلمه توحید. قولوا للناس حسنا میگه قول لا اله الا الله. حسنا سخن نرم ملایم، کلام پاک حق. حق بگو، نرم ملایم بگو، دو دشنام نتی. بعضی خطیبا داریم در روز جمعه تو دو میزنه، خب دو دشنام چی میکنیم؟ ما تبلیغ میکنم. اون یک استاد ما گفت که یک تابوت در جمعه نمیرفت، از یک مولوی بود میترسید، میگفت ای دو میزنه. گفت یک تا گفتش که بیا تو را میبرم خیر است میجا برو. امروز نخواد چیز بگوید، گفت به سختی آوردش که پای خود مجد پیش کرد. گفت مولوی گفت او دوستو را میگم. این کدام تا دیگر هم میگفته این همی تو آزاد بوده، ذره دخترایش آزاد هم چیزا. خب یکم تا در خانه صلاحیت نداره، نه دخترش آزاد، زن سرش زور است، زن سرش زور است آزاد میگرده. زنش معلم مکتب است، خوب آرایش کرده هم میبرایه. گفت او دوستو را میگم. گفت که بسم الله گفته بود پای همون که گفت دوستو را میگم، پس خدا کشید. گفت دیدی نگفتم که منم میشناسم. گفت نه دیگه کسی گفته. برآمد گریخت. گفت والا گفت نه پای من ماند مرا دوست. گفت ها این همی صحیح نیست. خب حال مردم با لهجه نرم، با کلام ملایم یا ذره صاف بگو، عام گپ ده آدم نه. این تو چتیات میگن لهجه خراب است، ما شما احساساتی میشیم، احساساتی نشین، حق بیان کنیم. حسنا حق بگوین، نرم ملایم. حق بگوین، دو دشنام نتی. اینا ازی فهمیده میشه باطل گفتن خطرناک است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. الله میگه از الله بترسین، سخن حق برابر بگوین. یقین کنین اگر می علمای ما حق بگوین کلگی جور میشه. یعنی مردم که به بیراه روان است ملا خرابش کرده، ملا باطل گپ میزنه. ملا میگه بین که روز نوروز از خدا جان جنده بالا میشود، از کرامات سخی جان کور بینا میشه. این را ملا میگه. وقتی که گپ گفت مردم میگه خیلی بیا بریم دیگه در مزار. عقیده مردم یعنی حق بیان نکنی بسیار خطرناک. حق بیان کردی الله میگه یصلح لکم اعمالکم، شما با حق استوار باشید، بیان باطل نکنید. و اقیموا الصلاة، پابندی کنین به نماز، عبادت بدنی، فرایض و ارکانش انجام. و آتوا الزکات، زکات بتین مالتانه. ثم تولیتم، باز اعراض کردین، الا قلیلا منکم، مگر کم از شما. از این فهمیده میشه اکثرش قبول نکرد، تولی قلبا قبول نکرد، کافر شدن. کمش قبول کرد و انتم موردون، در حالی که شما اعراض کردین، عهد شکنی کردین. همیال این مسلمان ها میطور است، نه قرآن است به می احکام عمل میکنه، نه اکثریت اعراض کرده، کمش جور است. ما و شما میطور هستیم، نه یهودی ها دو اخوتو بود، ما و شما میطور است. و اذا اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشهدون. وقتی که گرفتیم وعده محکم شما را و گفتیم که لا تسفکون دماءکم، نریزانین خون یک دیگر را، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، بیرون نکنین یک دیگرتان از خانه هایتان، ثم اقررتم، با شما اقرار کردین، و انتم تشهدون، در حالی که گواهی میدادین، میفهمیدین، عالم بودین. الله یک عهد دیگه از اینا گرفت. و عهدی بود که
مژدار است براتان خون یکدیگر را نریزانین به ناحق. مسلمان کشی نکنین. و دیگه ای که تبعید از یکدیگر از خانه و منطقش نکشین. ولی اینا برعکس کردن. خب اینا با کافرها پیمان کرده بودن، میکشتن یکدیگر را. یکیش که یک گروه کافر بود ایرا میکشت، دیگهش که دیگه گروه اورا میکشت. با چی میکردن؟ یک گروهش که اسیر میشد، با زمیایی که جنگید اسیر کرده، پیسه میدادن به این کافرها که اسیرای ما خیر از قوم ما سیلا بده. پرسانشان که میکنن چرا شما این کار میکنین؟ میکشین، باز اسیر که شد با پیسه میتین خلاص میکنین. میگفت ما به این خاطر پیسه میتیم که الله ما را حکم کرده که بندی‌ها را خلاص کنیم. خب خیلی چرا میکشین؟ از خانه تبعید میکنین. بازو را میگفت کشتن هم میکنیم دیگه. کشتن هم میکنیم چون که چرا فدیه جمع میکنن؟ جرمانه به منفعتشان بود. 5 میلیون جمع میکنن، 1 میلیونش میدن، 4 میلیون در جیب مینداختن. اونجا هدفش این نبود که کسی را نجات بدن. این میال شما می کشورهای اسلامی جان اسلام رو ببینین، یکیش که یک کافر دیگهش یک دیگر رو میکشه یا نه؟ میکشه. چیزی جنگ است در بین مسلمان هست، نه؟ از خانه ها میکشه یا نه؟ حلب دیدین که چقدر کشت و چقدرش تبعید. کل مردم حلب هلاکت یا نک؟ با میلیون ها نفر در حلب، 1 میلیون نفری بعضی میگه شهر 1.5 میلیونی کلش گریخت. کی کشیدش؟ امین بشار الاسد، امیر جمهورش، نه؟ تبعیدش کرد. خب وقتی که کشیدش آل دون یک جای دیگر رفته، خود امی کمکای خود میاره میته. خب اینجا نفر کشتی کشیدی، حالا چرا کمک آوردی؟ این میگه کمکای شما قوم ماستین، وطندار ماستین. این کار هم یار مسلمان ها میگه. این صفت یهود بود. خب و از اخذنا، وقتی که گرفتیم ما وعده محکم شما را، این دیگه پیمان است. پیمان در حقوق العباد بعضش اونجا بیان که اینجا بیان میکند در جنایات و اینا. وعده محکم او چی بود؟ که لا تسفکون دماءکم، یکی تان دیگه تان نکشین، خون یک دیگر دماءکم، خون خود از خود نمیرخته، یک دیگر خون تان نریزانه. ولا تخرجون انفسکم، بیرون نکنین یک دیگر تان، تجاوز نکند که یکی دیگر جلا وطن کند از وطن. یکم تا میگم ما فیصله کردیم هر کسی اینی کارا بکنه خانهش در داده میشه بنا. خب چرا تو میگم قدم قریا خانه را در میتن؟ نامایش نمیگیرم. همیان دمیجه مسلمان ها بسیاری کارا میکنن. ثم اقررتم و انتم تشهدون، باز اقرار کردین که بله ما تعهد داریم یک دیگر نمیکشیم، از خانه و قریه نمیکشیم. و انتم تشهدون، در حالی که شما حاضر بودین در لزوم از این عهد و پیمان، اعتراف هم کردین، اقررتم. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. خب بعد از عهد و پیمان چی کار کرده؟ ثم انتم، الله میگه بعد از شما مردم هؤلاء، ای مردم ها، تقتلون، کسایی هستین که میکشین، انفسکم یک دیگرتان را، و تخرجون فریقا منکم، بیرون میکنین یک جماعت وطندارایتان را، من دیارهم از خانهایشان، تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، کمک میکنین یک دیگر را با بالای یک دیگر بالاسم، با گناه و تجاوز. و یاتوکم اسارا تفادوم، اگر اسیر بیاد بر شما اسیر بگیرین، فدیه و جریمانه میتین، خلاصش میکنین. و هو محرم علیکم اخراجهم، در حالی که حرام شده با بالای شما اخراج از اینا، جلاوطن و از قریه و شهر بیرون کردن حرام است. افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، آیا ایمان میارین به بعضی احکام تورات، انکار میکنین بعض دیگه شه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، نیز جزای کسی که میکند از شما این کار مگر رسوایی در زندگانی دنیا. و یوم القیامت، و در روز قیامت، یردون، بازگردانده میشن همین مجرمین الی اشد العذاب، به سخت‌ترین عذاب. و ما الله بغافل عما تعملون، نیست الله بخبر از آن اعمالی که شما انجام میتین. الله اینجا قباحتشان بیان میکنه.
با وجودی که اینا تعهد کردن که یکدیگر را نمیکشیم از وطندار خدا مسلمان نمیکشیم و اگر نفر ما را کافر اسیر کرد خلاصش میکنیم. چی میکردن اینا؟ میکشتن، میکشیدن، ولی اگر اسیر میشد باز خلاص میکردن. یک حکم عملی میکردن، 2 تا را میماندن. الله میگه بعضش قبول داری بعضش نه. این کفر است. کتاب الله کلش باید قبول کنی، کلش باید عملی کنی. همین ما شما مسلمان هم نه، بعضش عملی میکنیم بعضش نه. یکم طرف ببینید تنها نماز میخونه، ذکر میکنه، دیگه هیچ کار نمیکنه، اخلاقش خراب، در دکان حرام میخونه، 1000 کار دیگر میکنه. اگر بگویی که چرا این کار میکنی نماز، میگه حکم الله. خیلی چرا حرام میخوری در دکان؟ حکم الله نیست که حرام نخور. میگه نه، خدا ببخشه دیگه میکنی. ثم انتم، بعد از شما هاولای بعضی میگه که یا منادا اینجا محذوفه، این مناداست یا حرف ندا محذوفه. ای نمی کسا الله ذلیلشان میکند. ای کسایی که نقص کردین وعده تانه، کسایی هستین شما که تقتلون انفسکم، کشتین یک دیگه برادرای تانه، کشتین، مرتکب شدین آن چیزی که الله شما را منع کرده بود. و تخرجون فریقا منکم، بعد از این عهد بیرون کردین یک جماعت تانه از خانه هایشان، مثل که از خانه اینا را کشیدین. هیچ عهد و پیمانتان یادتان را از خانه کشیدیش، از منطقهش میکشیش، میبری بندی میکنی و ازیه میکشیش، جلاوطن میکنی. تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، کمک میکنین یک دیگر را به گناه و تجاوز، به گناه و تجاوز یک دیگر را کمک میکنین، ظلم و تجاوز. اینا چی میکردن؟ یک قبیله اوس بود، یک خزرج مشرکین، یا بنو نذیر بنو قینقاع. بنو نذیر و بنو قینقاع عهد کرده بود که یک قبیله مشرک اوس مثلا، و بنو قریظه که هست که دیگه قبیله یا تعهد داشتن. خب وقتی که اونا جنگ میکردن باز اینا هم پیمان کافر بودن، یکی دهی پیمان داخل میشه، دیگه دهی پیمان، یا میکشتن یک دیگه را. پرسانشان میکنی که چرا میکشیم؟ ما خدا پیمانی کافر هستیم نه؟ این کافرها که جنگ کرده حالا ما مجبور هستیم، ما در پیمان داخل هستیم نه؟ مثل که این کشورهای مسلمان در پیمان داخل هست نه؟ در پیمان چی داخل است؟ ناتو. چرا میکشی مسلمان؟ ما خدا پیمان هستیم. باز اسیر که میشد از خانه و یا میکشید، تبعید میکرد. اسیر که میشد باز پیسه میداد، خلاص میکرد. همین کسی که رفیقایشان هم عقیدهشان پیشی کافرهای دیگه اسیر شده، خود همی کسایی که دمی جماعت همی کافرها ما هست، مثلا بنو نذیر بنو قریظه را اسیر گرفت، باز خود هم بنو نذیر پیسه میداد، این خلاص میکرد از همی چنگالی کافرها. چرا میگفتی تو میکنی؟ میگفت خدا ما را گفته که اگر کسی اسیر شد خلاصش کنی، ما حکم الله. حال خدا یا الله شما را گفته نکشین، تبعید نکنین، چرا خواهی میکشین؟ میفی از جهت پیمان است. الله میگه کفر از چتیات شما چطور؟ الله سعی کنین یک دیگر را کمک کردن به گناه و تجاوز. و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم. به گناه و تجاوز یک دیگر را کمک نکنی. یکم تو میگه قوم مظلومش کو هر چی که است، این صفت یهود است، به خاطر قومیت یک دیگر را کمک میکنن. و یاتوکم اسارا تفادوم، اگر میامد اسیرا بر شما باز فدیه میدادین، جرمانه چی میکردین؟ بازو را خلاص میکردین، خلاصش میکردین، مالا میدادین. و هو محرم علیکم، در حالی که حرام شده به بالا شما اخراجهم، بیرون کردنش. یعنی چه قسم قتل حرام است را مباح میدانین، اخراج از وطن بیرون کردن حرام است مباح میدانین. اسیر که است ناجایز میدانین، اسیر میگین نشه و اسیر خلاص شو. اسیر در دست دشمن نمیمانین، خلاص میکنین. بعضش قبول دارین، بعضی افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا ایمان میارین به بعضی احکام کتاب تورات و تکفرون ببعض، کفر میکنین به بعض. الله اینجا ردشان میکنه که اینا چی کردن؟ کفر ایمان یک جای کردن، بعضش قبول کردن بعضش نه. این تو آدم ها کافر هست، سیکولر هم همیتون، بعضش می قبول داریم بعضش نه. نماز روزه را قبول دارم، نظام سیاسی اسلام قبول ندارم.
لدي تمسكوا لرا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. نه جزای از کسایی که از شما این کار میکند، یک حکم عملی میکنه و قبول داره دیگر نه مگر رسوایی در زندگانی دنیا، غضب. و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. این خود دنیا در روز قیامت به سختترین عذاب اینا میرن. نیست الله به خبر از و اعمالی که شما انجام میتین. پس الله ایان رد کرد. الله ما و شما را از این صفتا باید. الله در قرآن چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. کل اسلام قبول کو، کلش عملی کو، در معاملات، در اخلاق، همه چیزش یک قسم باشه. این تو نمیشه که نماز میخوانی و دیگه کار نمیکنی. در کلش ما و شما باید پابند به اسلام باشه. الله بر ما و شما سود تا که مثل یهود نشیم. و این صفت یهود است که بعضش قبول داره و بعضش نه.